مثلا امروز هم آمدیم به کوچه خندق مندهی کابل یا میگن والا امسال طورت کمی هر جنس بسیار ارزان است به خاطری که یکی مردم به اقتصاد ضعیف است یک جنس هم ارزان است شکر است ولی یک کیلو مثال چهارمغز بود وقت 900 مثال 800 والا همون چهارمغز 600 بس ارزان شده زیاد ارزان شده میشنه ولی زیاتر مردم میگه که مثال در ایران یک قسم چی برآمده آرد برآمده گفتم ولی مردم خودت نیست چشمش کور باشه که نفهمه زیاتر مردم میگه که ولی مثال کاجو که از 1000 جور میشه مگه می اقتصاد که هست همین فیسبوک چیزا که هست اقتصاد دروغ مثال در دکان‌ها و چیزا سودا نمیشه. خوب شد جلغوزه سیاه نام گرفتین که یکی از میوه‌ای است که کل مردم دوست دارن ولی بسیار قیمت است. نیم سال وام خوب است این سال ارزان است مثلا دیگه سال 3500 ترام بود این سال خوب است می 2400 تا 500 خوبش مثلا دیگه با ضعیف است 1800 1700 هم باز خوبش نیست باز یه که میگه گردک میگه یا باز کشمش قیصر است همین یک رقم کشمش است خورترک هم بسیار مزه خوب داره بالا وام است قندار است بسیار خوب کشمش است نمی کشمش که شما میبینید نمی کشمش قندار است کل از زیاد از قندار است زیادترش از قندار است کشمش های سیاه که از باز از قیصر است کشمش سرخ که از غزنی است باز این چیزا هست کشمش چهارمغز چینایی است چینایی است از چین میاد از قزاقستان میاد خب مربوط کشور ما نمیشه مربوط کشور ما نمیشه چهارمغز ما که از رنگش یک ذره تیره‌تر است پوستش دبلتر است این پوسته بله دوستان میبینید که رنگش هم چقدر مقبول است این پوسته نیم کیلوش از یک کیلوش برابر نیست قدر قوی است یک کیلوش مثلا 15000 تومان یک کیلوش 2200 2300 تومان بادام شیرک جالب است دوستان میبینید میخی رنگش سفید است سفید مزه‌ش حتما متفاوت است مزه‌ش شیری از یک دزیاب است بادام سفید است بادام لوگر که ذاتاً زیادتر سفید میباشه دیگه ولاتای مشموگه است بادام السلام علیکم وطندارای خوب و نازنینم امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین عزیزای دل باز هم من اشوا معصومی از پنجره افغانستان در خدمتتان هستم و آمدیم تا یک برنامه خوب دیگر هم براتون تقدیم کنم قسمی که در برنامه قبلیم دیده بودین که آمده بودم به کوچه کافروشی همون قسم امروز هم آمدیم به کوچه خندق مندهی کابل یا بازار کابل جان عزیزای دل صحبت ها را می داشته باشیم البته در مورد یکی از محصولات بسیار زیاد مهم کشور ما که میوه خشک است شما میفهمین که میوه خشک وطن ما در تمام جهان نام داره بیننده برنامه ما باشین صحبت های ما همراه دکاندارای عزیز و هموطنای ما می باشه ما را همراهی کنید وطندارای عزیزم کوچه خندق کوچه است که تمامش میوه خشک وطن ماست و البته ما هم فعلا در یکی از دکان‌ها آمدیم سلام علیکم و علیکم السلام خوب هستین خیر بخیر هستی سلامت باشین اسم مبارکتون حضرت ولی بسیار خوب حضرت ولی جان بر ما بگو که چقدر وقت میشه کار میوه خشک خودت پیش میبری والا میوه خشک دیگه زمان کرده به اسم کار میوه میکنیم میوه میکنیم تقریبا یک 20 چند سال میشه چند نوع میوه فعلا در دکان خودت است والا میوه خود زیاد است هر رقم میوه است تقریبا 25 30 رقم میوه است تمامش وطنی است دیگه از کشور خود تمامش وطنی است بیشتر از کدام ولایت است میوه خشک از هر ولایت افغانستان دیگه قندار است مثال از طرفای لغمان است از طرفای مزار است طرفای لوگر است ولی کم کم بادام لوگر آمده بیشتر در زمستان کدام میوه مردم میخرن والا در زمستان که همین بادام میخره مثال چهارمغز و توت این چیزا رو میخره جات خصوصا توت و چهارمغز دیگه بسیار شهرت داره به خاطر که هوا به خاطر چی خوب است سردی خوب است زمستان توت و چهارمغز که شما میارین از کدام ولایت است از ولایت جنوبی است یا شمالی والا از هر ولایت می از طرفای ولایت شمالی می مثلا از شمالی می از طرفای لغمان نورستان پکتیا غربند از هر ولایت مشهور که سوال خود که پاس دیگه میوه زیاد داره از کدام ولایت بسیار زیاد مشهور است
والا دیگه ولی خب مردم زیادتر از می طرفای غربند مثال چهارمغزش خوب است، طرفای پکتیا میوهش. افغانستان ما کلش خوب میوه داره دیگه، ولی یکیش میتونه نیست که ما بگیم که والا میوهش خراب است. کلش خوب مقصد اینطور است که ما یگان تا کس آب و هواش فرق میکنه، نه به خاطر چی فرق میکنه؟ مثال یگان میوه که است قامت زیاد داره، یگان نگاهداشت زیاد است، از یگان منطقه که است نگاهداشت کم است، زود خود مثال عزیز میده. ولی چهارمغز خارجی در افغانستان یک هفته رو وقت نمیگیره مثال خراب میشه. مواطنی ما شما که است و یک سال خود خراب نمیکنه میوه ما، قامت زیاد است، خصوص که تازه باشه. تازه باشه. چهارمغز ترک میگن، از او هم میفروشین؟ چهارمغز ترک ما نمیپوشیم به خاطر که ما مشتری که است که بیباره اونجا پلاستیک بند میکنه دیگه میگه والا جنس خراب داره، باز ما جنس خراب سودا نمیدونیم به خاطر چی که از ما کلش باز مشتری است. یکی این سر سرک مثال سودا میکنه رقم جنس خوب خراب و چیزا رو ما سودا نمیتونیم. تمام دکاندار. چند نوع چهارمغز است که گفتین چهارمغز زیاد استفاده میکنن در زمستان؟ چند نوع چهارمغز است در دکان؟ چهارمغز دیگه دو نوع است، یک رقمش یک در شکری است، یک رقمش سفید است. دو نوع است. فقط در رنگ فرق؟ در رنگ فرق داره. در رنگ باید مزهش هم فرق میکنه به خاطر که تازه که است کیفیتش مثال فرق میکنه قدی. باز بادام چطور؟ بادام خو سه قسم بادام است. یک قسم بادام لوگر است، یک قسم بادامای طرفای چیست مزار است، یکی بادامای شهرستان میگن این بادام است. او تو بادامای پوزدار است، ولی بادامای چی رقم بادامای زابل آمده نو پوزدار بسیار مشهور شده، بسیار خوب بادام است، بیران میشه، بسیار یک ذائقه خوبی داره ولی مشتری زیاد. ام بادام است که کت نمک بیران میشه. کت نمک بیران میشه که در این وقتا در بسیاری جاها از این بادام است که بسیار مزه خاص داره. سابق که بودم تو نمک مثال رویش نمک میداد ولی کت نمک بیران میشه، رقم یک پسته ایرانی وری که بیران. بسیار یک مزه خاص داره. بسیار خوبش. باز بادام امریکایی که میگن از او هم داره؟ بادام امریکایی هم هست. بادام امریکایی دیگه ولی نسبت به سابق پرشات یک درجه شده به خاطر این بادامای وطنی، ولی نسلش خارجی است و در وطن ما کش شده. او رو زیادتر مردم ولی خوش داره، بسیار خوبش. یعنی این بادامی که بیرون شده است نسلش خارجی است، در افغانستان ما چی شده کش شده در تمام ولایت‌ها. فقط نسلش فرق. نسلش فرق میکنه. باز اینجا ذائقه‌ش هم بسیار فرق میکنه، بسیار خوب ذائقه داره. به خاطر اینکه اینجا آب و هوای وطن ما شما که است بسیار بادام خارجی که با سخت است. مثال هم مردم یک اقتصاد که ضعیف باشه بازار میخوره زیادتر. ارزان‌تر است نسبت به بادام وطنی. از وطنی که بازار ارزان‌تر است. امی یک حساب است که نزدیک عید و سال نو اینا که میشه میوه خوش قیمت میشه چی صورت؟ والا اینطور است همشه قیمت نمیشه، اینطور است که زیادتر جنس‌ها که مثلا از خارج می یک دفعه شارت میشه نه؟ به خاطر اینکه مشتری زیاد میشه شارت میشه. بلند نمیشه تو جنس‌ها حتی هم دکاندارات مثال که جنس دو وقت بسیار ارزان میکنه. مگه مردم چی میگه که مثال جنس قیمت نشده دید قیمت نمیشه به خاطر چی که دید دیگان مثال مردم مالش میبشه میگه بیا که دمید سوداشه. سوداشه بعد از این باز خدا مهربان است. دیگه دید دیگان چیز بلند میشه به خاطر دیگان چیزای خارجی. وطنی پسته و بادام اینا یک در قیمت. همین پسته یک در بلند میشه مثال که اونجا تجارت میاره مثال کمبود میشه مثال اینجا تقاضای مشتری زیاد میبشه او باز یگان دفعه اون وقت تالیزه هر وقت نه یگان وقتی میشه که مثال دید ارزان میشه دیگه وقتا که دید ارزان میشه. باز چطور از قیمت‌های از یا مثلا گفتین دو رقم چهارمغز است سفید و شکری قیمتاشون فرق میکنن؟ قیمتاش فرق میکنه. والا امسال طورت که هر جنس بسیار ارزان است به خاطر که یکی مردم به اقتصاد ضعیف است یک جنس ارزان است شکر است. اگه خدا سر مردم ما شما رحم کنه جنس برش خدا ارزان کنه هر چیز ارزان است ولی یک کیلو مثال چهارمغز بود وقت 900 مثال 800 ولی همون چهارمغز 600 بس. ارزان شده زیاد. ارزان شده. مثال یک کیلو پسته سال 6.5 تا 600 هم خوب پسته بالاترین که وقت بود مثال 11 روپیه ولی پسته 7.5 روپیه 7 روپیه است مثال در بازار. امی یک میوه دیگه هم است که به نام کجور میگنش نه؟ امی داخلی است یا از خارج کشور میه؟ نه یکی از خارج میه از دبی میه از مثال هندی ویتنام است. از ویتنام میه مثال از هندوستان میه خب میه صادراتش از چیست از دبی است. از طریق دبی به افغانستان میه. در داخل افغانستان کش نمیشه. در داخل افغانستان کش نمیشه نه ولی زیادتر مردم میگه که مثال در ایران یک قسم چی برآمده آرد برآمده گفتم ولی مردم خودت نیست چشمش کور باشه که نفهمه. زیادتر مردم میگه که ولی مثال کاجو که از آرد جور میشه
مگه می قصه که هست می فیسبوک چیزا که هست قصه دروغ مثال در دکان‌ها چیزا سودا نمیشه مردم خو میفهمن ولی مثال بخصوص دکاندارا خب بیشتر تجربهشون زیاد است ببینن میفهمن نه هم مشتری هم میفهمن ولی نام خدا مشتری هم اصابه که ولی بسیار نام خدا میفهمن جنس میشناسن خب تشکر میکنم از شما اگر پیام داشته باشین کامرا بخیر باشید تماس چی نداریم همشیره جان سلامت باشید پیام نداریم که وطندارای ما خوش باشه خدا کلی گر آرام و شغل داشته باشه خدا کاری کلی مسلمان‌ها رو جور کنه مگه مینمی برای ما هر چیز که مردم ما یک در اقتصادش بیچاره بسیار از اقتصاد رنج میبرن خدا کاری کلی گر جور کنه که مردم ما آرام باشه سلامت باشید بخیر باشه بخیر باشه خب عزیزای دلم فقط یک دکان بود که صحبت کردیم دکان‌های زیاد دیگه هم هست در این کوچه میریم امروز اینا صحبت‌ها رو می داشته باشیم بیننده برنامه باشین همچنان و این قسمت هم یک دکان دیگه هم است که نام خدا دکان بزرگتر است و فراوانی هم زیاد است دیگه خب سلام علیکم و سلام شما باشین خوب هستین خیر جان کجور بخیر سلامت باشین زنده باشین یک معرفی داشته باشین در هموطنان حافظ الله سخیزاده هستم دکاندار میوه خشک بسیار خوب حافظ جان چه وقت میشه که در این بخش کار میکنی از خود ما 8 سال میشه دیگه بخش کار میکنم 8 سال میشه بله چطور است بازار فروشات میوه خشک نزدیک زمستان از دیگه بیشتر یک کمک مردم میخرن در زمستان در فروشات میوه خشک بسیار زیاد میشه نسبتا از تابستان و زمستان زیاد فروشات زیاد میشه یکی سیزن شما دو تا عید است یکی هم زمستان است دیگه نمیدم زمستان هم مردم هر وقت استفاده زیاد میکنه به خاطر این سرخان به میوه خشک نیست بله حال و میار سرخان بری کسی داره نداره و اگه دیگه چیزش نباشه هم نخود کشمشش هست بس بله و در حساب مردم هر چیز زیاد استفاده میکنه ولی به میوه خشک سرخانشان نیست خب در دکان خود چند نوع میوه خشک است و از کدام نقاط کشور است زیادترش کلش وطنی است قندار زیاد میوه خشک داره انجیر است گشمش است زیادتر چیزا قندار زیاد داره بادام لوگر بسیار زیاد بادام داره و دیسای پوزدار که است سمت شمال بسیار بادام خوبش پوزدارش است و مغز که است از لوگر به سوم مغز زیاد است بله به حساب باز کشته و چیزا که است از سمت غربند و بامیان منطقه میاد همین کشته و انجیر و چیزایی که خشک میشن نه بله بسیار مزه خوب دارند در زمستان بله بسیار دیگه مردم امیر زیاد استفاده هم زیاد میکنن انجیر این چیزا رو بسیار مهم است مردم زیاد خوش میکنن بله. خب انجیر که میارین از کدام ولایت است انجیر خو زیادتر عموما کلش از قندار میاد عموما زیاد کلش از قندار است دیگه قدر زیاد کم ولایت زیاد انجیر نداره به غیر از قندار دیگه ولایت در کابل هم میشه که خشک شوه انجیر میشه خو اینجا مردم فکرش سرش نیست باز حساب شکردره و جایی که است تو چیزا زیاد داره حساب کابل دیگه چطور است به خارج از کشور هم صادرات میوه خشک دارین زیاد داریم جلغوزی سیاه بسیار زیاد صادر میشه گشمش است بادام است چهارمغز وطنی است پسته وطنی است همین چیزاست که مثلا صادر میشه همین خوب شد جلغوزی سیاه را نام گرفتین که یکی از میوه‌هایی است که کل مردم دوست داره ولی بسیار قیمت است نیم سال وام خوب است این سال ارزان است مثلا دیگه سال 3500 ترامی بود این سال خوب است می 2400 تا 500 خوبش مثلا دیگه با ضعیف است 1800 1700 هم باز خوبش نیست 2000 هم دیگه هنوز ارزان نیست برای وطن دارا وطن از دیگه وقت آخر امسال خوب است یک ذره گزاره میکنه باز خوب است مردم باز خوب است مردم تا که ضرورت داشته باشه بالی زیادتر مردم روان میکنه مثلا یگان از خودگاهشون در خارج میباشن یک عدر برسان میته بازی برسان میخره بله اونا دیگه مجبور هستن که دمو قیمت بخرن دیگه یک فرمایش برشان بده باید تو رو بخره یک هر چند باشه برسان باز میخرن همین دلیل از این چی است که یک دفعه میوه خشک قیمتش بالا میره یگان وقت کمبوتی میوه میشه مثلا ایده که ما مثلا چی میکنیم باز دوی ایده مثلا رمضان که تیر میشه بازی قربان که تیر میشه بعد از میوه یک ذره کم میشه دو وقت باز زیادتر قیمت میشه مثلا هر کسی پشت خرید میبره چهارمغز میخرن باز دو وقت تا کم میشه با چهارمغز خارجی میاد وقت دی وقت مثلا حال فریمانی سال هر چیزی گشمش موسمش نو است کل چیزا نو است در این موسم فریمانی سه چیز خارجی نیست کلش هست هم ارزان است هم خوبش است بله این موسمش است جلغوزی سیاه بیشتر از کدام ولایت میاد جلغوزه خو کنر هم داره لغمان هم داره و پکتیا هم داره پکتیا خوبتر است لغمان خوبش هست که مثلا مزه که در پکتیا است شاید لغمان کمی تغییرات داره باز از پکتیا که یک ذره دانش کراندن است
دانش کلان است. باز که خارج هم زیاد میره، می پکتیا زیاد میره، در قیمت هم از زیاد در قیمتش هم فرق میکنه. فرق میکنه به خاطر که در دانش کلان است. اینجا من میبینم که چند رقم کشمش ماندگی است. هر کدام از دیگه حتما از جای متفاوت است، مزه‌ش هم فرق داره، قیمتش هم حتما متفاوت است. بله، کشمش ها داریم که بسیار کلان کشمش است. بسیار کلان دانه کشمش ها است. اینا دوستان میتونن اینجا ببینن که از امو کشمش کلان شیرشون در خانه میگه کشمش های بدون دوازدگی نیست، که بسیار کشمش خوبش است. باز یه که میگه گردک میگه، یا باز کشمش های قیصر است. همین یک رقم کشمش است، خورترک هم بسیار مزه خوب داره. بالا و هم از قندار است، بسیار خوب کشمش است. نمی کشمش که شما میبینید نمی کشمش قندار است. کل از زیاد از قندار است. زیادترش از قندار است. کشمش های سیاه که از باز از قیصر است. کشمش سرخ که از غزنی است. باز این چیزا هستن. کشمش های سرخ سیاه هم داریم. کشمش لال هرات است که خسته داره، از گردم گردک است، بازو خسته داره. خسته داره بله. خب درباره پسته هم بر ما معلومات بدین. درباره کلش صحبت میکنیم. این پسته رو معلومات بدین که در زمستان از میام زیاد استفاده میکنیم. بازی چیزا که یک ذره گرم است، مردم زیاد استفاده میکنن. بازو که پیش قیمت مدل ذره ارزان شده، مردم که مثلا پیش یک 4 ماه میخواد پستش هم میخره. به خاطر پیش هم چم دم 500 یا 600 متر بود، حالا پستم دام بیاست. در حساب پسته که از پسته خود زیادترش کلش ایرانی است، زیادتر ایمپورت داره. وطنی ما شما که از یک ذره قیمت است، مردم زیاد یک ذره اقتصادش ضعیف است. دو بازو که از مغزش مردم زیاد خوش میکنه. بازو که از مغزش هم است، باز از ایرانی هم مغزش داریم، باز این مغزش است. فکر کنم وطنی یکم خورترک است از ایرانی. بله، جنس وطنی را مردم زیاد خوش میکنه، بسیار قوی است. نسبتا از پسته ایرانی قدر پسته وطنی ما شما در مردم در خارج هم زیاد خوش میکنه، قوی زیاد است. خوبش است، جنسیتش خوبش است. تشکر میکنم از شما، همچنان صحبت کردین، همراه ما معلومات دادین، بسیار زیاد تشکر. تشکر میکنم از شما. خیلی که اومدین بخیر. بیننده عزیز پنجره افغانستان، قسمی که بیننده برنامه هستین در کوچه خندق بنده‌ای کابل قرار داریم و صحبت ها در مورد میوه خشک وطنی ما هست که فصل زمستان است دیگه. ماشاءالله شما میتونید در تصویر ببینید که چقدر رفت آمد مردم زیاد است، به خاطر که به زمستان میخواین میوه خشک بگیرن، چون گرم هم از فایده هم داره. ما میریم یک صحبت دیگه می داشته باشیم همراه یکی از دکاندارای از اینجا، بیننده برنامه باشین و میخوایم درباره جلغوزی وطنی صحبت کنیم. ما را همراهی کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند؟ میشه کمک بیشتر استاد شوین؟
بسیار زیاد تشکر. چطور هستین؟ خدا یک معرفی کنین، نام مبارک. تشکر، زنده باشین. سمیرا استانگزاد هستم، یک تن از دکانداران کوچه خندق میوه خشک. بسیار خوب سمیرا جان، چطور است بازارا؟ شکر خوب است. نزدیک زمستان است که مردم زیادتر میخرن. بله بله، هوا کمک سرد شده، مشتری من میوه خشک میبرن است. بسیار خوب. کدام میوه بسیار زیاد در دکان خودت مردم خوش میکنه و میخرن؟ میوه خشک همش میبرن مشتری ما، بس بخصوص چهارمغز است و نخود وطنی، جلغوزی سیاه، این چیزا رو میان مشتری ما پیش ما خریداری میکنن. بسیار خوب. امو جلغوزی رگام است می پیشوری دکانتان من دیدم. بر ما درباره از معلومات بدین که از کدام ولایت ماست، قیمتش چطور است امسال؟ جلغوزه امسال خود قیمتش خوبتر است. دیگه جلغوزه خود دو رقم، یک جلغوزه وطنی است و یکی جلغوزه که از هند. دیگه زیادتر هم مشتری ما جلغوزه هندی رو زیادتر خوش میکنن، به حساب که کمک بریان چم خوبتر است و مزه خوبتر داره. بسیار خوب. و جلغوزه وطنی خود ما کس از کدام ولایت است؟ جلغوزه خود وطنی ما خو از ولایت‌های مختلف بس از جلغوزه مثلا از باتیکوت این جلغوزه را میان مشتری ما میخرن. خارج هم دیگه حتما میبرن. بله، به همراه خود میبرن. و توت هم میجه است. درباره از این معلومات بدین که توت چهارمغز افغانستان دیگه نام بسیار کلان داره، خصوصا در زمستان. بالکل توت چهارمغز افغانستان خوب بسیار نام داره، مردم خارج میبرن. دیگه توتای شمالی است، توتای خنجان است، به حساب دیگه هوا سرتر شده کمک دیگه مشتری ما چهارمغز و توت خریداری میکنه. خب چند نوع توت است؟ توت خو فعلا دو نوع داریم دیگه. فعلا یکی توتای پنشیر است و یکی توتای خنجان است، به حساب توتای خودی است دیگه. این توتا است مشتری ما میبره. بیشتر توت پنشیر میگیرن یا توت جای دیگه؟ خب به حساب نظر به شوقشان است، ذوقشان سر رقم که خوش داره. مثلا یگان تایش مثلا توت بر شکر میگیرن برای آدم ریش سفیدا دیگه. مثلا توتای پنشیر بسیار مردم خوش میکنن به خاطر که کم مزهش هم خوبتر است و که مثلا سعی خشک شوه مزه خوبتر داره. توت سیاه و سفید میگن نه؟ این توت سیاه دیگه. بله. باز فرق از اینا در قیمت ها چیزی نیست دیگه، فرق نمیکنه. تفاوت دارن، یک کمک بین خود یک چیز تابول تفاوت دارن. چند است امسال توت؟ امسال توت خوبش تقریبا خانه 250 300 این توت است. بسیار خب. بادام پوستدار هم هست اینجا. درباره از اون بر ما معلومات بدین که دوستا در این وقتا از بادام مغزی کده پوستدار زیاد متنای ما خوش میکنن. بله، بادامای پوستدار زیاد خوش میکنن. بادامای ستاربایی است، بادامای بیریان است، دیگه بادامای زابلی است. به حساب زیادتر مشتری ما بیریان زیادتر خوش میکنن. پوستدار باشه و تا بیریان باشه. بادام کت نمک بیریان میشه. جانا. خب این باداما از ولایات خود ما است دیگه کلش؟ خود ما است، خارجی هم مثلا بادامای امریکایی است، مثلا در افغانستان بیریان میکنن مردم ما به ذوق و علاقهشون که بیریان خوش دارن دیگه، باز اینجا بیریان میکنن. چند از قیمت بادام امسال؟ قیمت بادام امسال این ستاربایی تا خانه 600 است و امریکایی خانه 550 افغانی است. بسیار خوب. نسبتا ارزان شده قیمت. نسبتا ارزان شده بله. بسیار خوب. خب تشکر میکنم از شما. همچنان اگر پیام داشته باشین کامرا داخل. خواهش میکنم، پیام خاصی ندارم به جوانان من تا درس بخونن، آینده کشور هستند، کشور خود آباد کنین، دست به دست هم بدیم، قوم پرستی از بین دور ببریم دیگه، از محصولات خود ما استفاده کنیم، کشور خود ترقی بدیم، پیشرفت. تشکر میکنم. سلامت باشین، بخیر باشین. خب وطندارای عزیزم صحبت ها رو با اینام داشتیم درباره جلغوزه وطنی ما. خب باز هم دکان‌های دیگه هم هست، هموطنای ما هستن که میخواین صحبت کنن. بیننده برنامه باشین، لحظات خوب رو تقدیمتون میکنم. عزیز انشالله که برنامه را بیننده باشین و ما ادامه دادیم از اون سر کوچک آغاز کردیم تا فعلا روان هستم طرف دکاندارا که صحبت کنم همراهشان و همچنان هموطنای ما زیاد است، دکاندارا زیاد است و هر کدامشان دوست دارن صحبت کنن تا صدایشان برسه به گوش شما.
بیننده برنامه باشین. اینجا هم شروع میکنیم. برادر ما هستن. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ شکر الحمدلله. اسم مبارکتان چیه؟ اسم محمد مسعود. بسیار خوب مسعود جان، در ما بگو که چطور از بازار میوه خشک؟ شکر است. میشه. نسبت به سالهای دیگه. چون تفاوت داره خیلی فرق کرده. ما هم شکر است روزمره. شب روز میشه لموش بهتره شکر. تفاوتش چی است؟ خوبتر شده یا بدتر شده؟ چیزی که مشتمی چی برتر دی شده که بازار کم ضعیفتر شده مردم. ساد مردم نمیشه. بازار ضعیفتر میشه. ان شاء الله که خوب میشه. زمستان نزدیک است دیگه، مردم زیادتر میخرن. خدا مهربان است. همین خدا مهربان. مشکل. خب بر ما بگو که در دکان خود چند نوع میوه است؟ کدام میوه است؟ این میوه ها بسیار زیاد است. معلومات به گنجایش حسابش معلوم نیست که چقدر. نام خدا زیاد است. چند رقم پسته است، بادام است، چهارمغز است. بیا که درباره این نخود گپ بزنیم که ما بسیاری وقتا که نخود خریداری کردیم، نخود یک رقم رنگ میداد. این چی حساب است؟ چون نخود حال بازار چیز فرق میکنه. یک وطنی است یک قزاقی با رنگ میکنن و در بازار نمور. نمور مردم رنگ است. این حال او چیزا را بند کرده. او شاید دیگه ضرر هم داشت. ضرر نداره چون نمیچی نداره، رنگ چی نداره. این نخود از خلاص میکرد. قیمت ها چطور است؟ باز نخود تغییر نکرده قیمتش؟ چون ارزان تر است. ارزان شده است خیلی. کیلوی چند است؟ عاد از 20 یورو الی تا 200 250 را نخود میباشه. امی نخود هم دیگه مربوط کشور خودمون میشه. بله. از کدام ولایت؟ این ولایت از مزار می بسیاری و نخود خام از رو با اینجا بریان می. چون از مزارم بریان اینجا جور میشه با. فقط هم یک ولایت مزار. بله. بسیار خوب. نخود دوستا نخود شور هم داریم، نخود مرچدار هم داریم و دمی آخرا نخود کاکاوی هم زیاد شده بود. درباره ازیا برام معلومات بدین. چه قسم آماده میشن؟ چطور از باز مردم زیادتر کدام؟ چون نخود نخود کارخانه میکنه، خودشان تصویب چیزایشو خودشان دارن. اون خود کارخانه توزیع میکنه به دکاندارا میتن. قیمتش باز چطور است نظر به نخود ساده؟ روزمره فرق میکنه. چون نخود ارزانتر باشه خام و ارزانتر تمام میشه. قیمتتر باشه قیمتتر تمام میشه با مردم. در اون قسمت ناریال خشکام است. ناریال هم دیگه از خود وطن ما. نه خیر. او از هند پاکستان میاد. باز اینجا خشکش میکنه. نه از اونجا میاد. از اونجا میاد. او هم چطور است مردم میخرن؟ فکر کنم ناریال هم گرم است به خاطر زمستان خوب است. بله مردم میخره. خاطر مردم یقام دو شوقی میخره با. قیمتش چند است؟ تا 225 است. 200 هم چون قیمتتر شده می وقت ارزانتر بود تا 80 بود. این کمتر بالاتر میره. یک چیز دیگه هم است که خرما دوستا در این بازار میوه خشک مندهی هست. درباره خرما معلومات بدین. کشور ما خرما نداره یا حتما از کشورهای عربی میآید؟ چون یا از ایران هم هست، عربی هم هست. چون یک جلال آباد خرما بود بین الملل سر جلال آباد داره خرمایی که دینی نمیشه ولی سر کراچو فروخته میشه. بازی خرما که از ایران میآید نسبت به کشورهای عربی ارزان‌تر است فکر کنم. بله. فرق میکنه. ایرانی که از هر رقم است. ارزان‌تر آمد، قیمت‌تر آمد، بالاتر نمید. بسیار خوب. تشکر میکنم از شما. شما همچنان تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. سپاسگزارتان هستم که برنامه ما را بیننده هستین و هنوزم برنامه ما ادامه داره. صحبت ها را می داشته باشیم همراه هموطنای ما. شما میبینید که دکانان هم خدا زیاد است دیگه، رفت آمدم زیاد است و بسیار زیادی کوچه بیروبار است. به خاطر که میوه را میارن و میبرن به سیرکی و بسیار زیاد حتی به بوجی، به می خاطر بسیار بیروبار زیاد است.
یک چیز دیگه که چهارمغز پوستدار هم اینجا هست، میریم درباره از هم صحبت میکنیم که مربوط کدام ولایت ما میشه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند؟ میشه که کمک اون طرف برین که راه بر ما آزاد شود؟ تشکر از شما. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشین. اسم مبارکتان؟ سردار. سردار. خب بیادر بر ما بگو که می چهارمغز پوستدار شما رو دیدم که کم متفاوت‌تر است. دیگه دکانا رو دیدیم چهارمغزشون رنگش کمک سیاه‌تر بود. این بخی سفید است پوستش. این چهارمغز چینایی است. چینایی است، از چین میاد، از قزاقستان میاد. خب. مربوط کشور ما نمیشه. مربوط کشور ما نمیشه. چهارمغز ما که از رنگش یک ذره تیره‌تر است، پوستش دبل‌تر است. این چهارمغزها نازک است. کمی دست بگیری میده میشه. میده میشه بله. باز کیفیت و مزهش چطور است؟ کیفیت مزهش با وطنی سرش بالاست، ولی پایین ما کیفیت وطنی سرش بسیار بالاست. این گاز ذائقه چیزی نداره. مثل چهارمغز وطنی وره. خب چهارمغز وطنی ما یک نام داره در تمام جهان، در کل میوه خشک ما کلش نام داره. میوه خشک ما بخیر دیگه چی از نگاه ذائقه و چیزش بسیار بالاست از خارجی کرده. از اگه پسته بگی، اگه بادام بگی، کشمش بگی، هر چیزش دیگه نخودش بگی کلش بالاست از چیکار. خب اینجا یک نخود دیگه هم است که دو رنگ است فکر کنم این نخود سیاه، پوست سیاه است. نخود چی است؟ پاکستانی سا. پاکستانی. فکر نکنم قضیات از این نخود بخرن. از این نخود نه، نخود وطنی زیاد پروژ داره، خالی نخود وطنی تولیدات ما شو داره. چی است؟ کم است، وطنی زیاد خارج بره. این میای دیگه یا پروشات زیاد است. خب میشه که بریم ببینیم کمی نخود وطنی ما رو بر دوستا معرفی کنیم. بفرمایید شما بیاین. خب همین نخود وطنی رو بر ما معلومات بدین که از کدام ولایت ماست و تفاوتش با نخودهای دیگه چی است؟ نخود وطنی از قندوز و خانابات و سکر خانابات جامعه وطنی ما شما دیگه نخودها که هست، نخود از پاکستان می، خارجی از هند می، از این جامعه، از ایران می. و اینجا این میوه دیگه هم که است میوه خارجی است. چند رقمش از کاجو است؟ بله این کاجو است. این هندی است، اینیش ویتنامی است. خب یا از هندوستان می یا از ویتنام می. در داخل کشور از این نیست. در کشور ما شما ندارن این چیز. اینی بادامای پوستدار هم چند رقم است؟ هر کدامش فکر کنم از جای متفاوت است. از جای متفاوت هم است. مثلا این بادام قندوز است. خب این بادام زابل است، بادام فلی بادام میگه. از سمت قندار و زابل و جامعه. دیگه این بادام خارجی است، امریکایی است. و داخل کشور کش میشه؟ داخل کشور ما شما نمیشه. یعنی از خارج میاد با داخل کشور که ما که هست این از بادام خنبری است، خانم ستاربایی است. دیگه بادام چوبی میگه از دوست. بسیار خوب، بسیار خوب. چای سبز هم داری ناجی صاحب؟ چای سبز همین چای از دیگه از خارج میاد دیگه. جایش مشخص نیست، هر کشور میاد چای سبز بسیار زیاد است. چند رقم چای سبز است؟ چای سبز پیش ما حالی یک دو رقم است. یک مارجانه میگه، یک چای چی است. چای اینی برازیلی میگه دیگه، یک چای چی است. مارجانیش بهش بالاتر است. او خوب توشتر است. زعفران هم داره اینک. اعلام است. درباره از یا بر ما بگو اینک. زعفران خب معلوم دار است که از وطن خود ماست. زعفران ایران است. ایل خون از هندوستان میاد دیگه. هندوستان دبی هم میره، اینجا میاد. باز مختلف نامور سرش میمونن که مثلا دیگه این بادام از لوگر است. خب این متفاوت است. متفاوت. این پوستکدگی دیگه. این پوستکدگی ما بادام شیرک میگه. جالب است دوستان، ببینید میخی رنگش سفید است. سفید است. مزهش هم حتما متفاوت است. مزهش شیری از یک دزیاب است. بادام سفید است. بادام لوگر که ذاتاً زیادتر سفید می باشه. دیگه ولایت‌های مشموله است بادام سرخ می باشه. مثلا اون بادام تاجقرغان است. میخی رنگش تیز است. رنگش یک تیره‌تر است. بادام هر ولایت ما فرق میکنه، در کل از هر ولایت میوهش فرق میکنه. میوهش فرق میکنه با ذائقه ولایت میوه افغانستان که بسیار خوبش است. بله بله. بسیار بالاست. واقعا که تمام دنیا متوجه از این گپ شدن که میوه که افغانستان داره هیچ جایی نداره. هیچ چیز نداره. بسیار ذائقه بالا داره. خب سنجت هم است که سنجت هم فصلش از دیگه در زمستان زیاد میخورن. سنجت زیاد میخورن. چیز نو بار آمده دیگه ما 20 روز میشه که نو از قیمت هم دیگه شاید باشه نو بار. یه قدر قیمت نیست، نه 1 کیلوش 150 روپیه تا اما خوبترین 300 روپیه است. یک رقم سنجت خرمایی میگن. اونم خرمایی 300 روپیه. خب بسیار خوب. سنجت از مربوط کدام ولایت ما میشه؟ لوگر، میدان وردک. هر ولایت ما داره. کلش داره. زیادترش که از لوگر است، وردک است،
اینجاست. خود کابل هم داره یا نه؟ کابل اگر داشته باشه اگر تجارتی نیست دیگه، کم از بله کم است. امی پودر سنجید هم دمی آخر زیاد شده بود، میگفتن بسیار فایده داره. پودر سنجید به خاطر کمبود کلسیم میگیرن، به خاطر کمبود کلسیم دارن، به خاطر زو میگیرن، قطع شیر و قطع عسل میخورن، فایده داره. این پودر سنجید که فقط همین خود پودرش است؟ نه سنجید اما همه چیزش است. پوستش هم، پوستش هم، چوبکش، خستش، کل چیزاش است. میگن فایده زیاد داره. فایده بسیار زیاد داره، کلسیم داره. قروت هم داره ناجی صاحب؟ قروت هم هست. قروت هم دیگه وطنی؟ قروت مالستان است. خب بسیار خوب. از سمت غزنی. این پستای مخص شدگیتان چند رقم است؟ یکیش خردترک است، یکیش کلان است. این پسته ایرانی است. باز از مشمو که است پسته چی است؟ وطنی پسته بدخشان است. خب بسیار خوب. پسته بدخشان است که به او دیگه نمیرسه. نه ایستار بالاست. فکر کو پسته. بله دوستان میبینین که رنگشون چقدر مقبول است. این پسته نیم کیلوش از 1 کیلوش برابر نیست. اینقدر قوی است. چیز بسیار تیز است. باز قیمتش تو؟ قیمتش هم تفاوت میکنه. و 1 کیلوش مثلا 1500 درهمه، 1 کیلوش 2200 2300 درهمه. عمده 2200 2300 میاد. آجی صاحب قسمت فکر کنم مال بخارا است. امرای پالوش این سفید چی است؟ مغز جلغوزه است. خب جلغوزه رو مغز کردن. جلغوزه رو مغز میکنن. بسیار خوب. اگر نه قدر رواج نبود جلغوزه مغز کردگی. والا مغز جلغوزه نو رواج شده دیگه، نو ماشینایش آمده از چین آوردن مغز میکنن. زیادتر در افغانستان مغز میکنن. خب زیاد تجارتی که از باز چین آمدن مغز میکنن دیگه، باز فروش میرن. قیمتش بخی بالا رفت دیگه. قیمتش نسبت به پوزدارش بالاتر است. 1 کیلوش چند است؟ 1 کیلوش نوش هم 4500 4800 هم ترامه. همین مغزش مغز جلغوزه، پوست کدگیش. خب آلو بخارا مربوط کدام ولایت ما میشه؟ آلو بخارا مربوط ولایت غزنی. خب ولایت غزنی میشه دیگه، شمالی این زمین منطقه میه دیگه. اینم دیگه تازه خشک میکنن، در بهار زیاد میباشه. در بهار تازه میباشه دیگه، زمستان باز خشکش میه. بسیار زیاد تشکر از شما جناب. خبرش نیست. زنده باشید. زنده باشین. خب وطندارای عزیزم، اینجا هم صحبت داشتیم، باز هم بیننده برنامه ما باشین که صحبت وطنای عزیزم، سپاسگزارتان هستم که تا این دم برنامه ما را بیننده بودین. برنامه متفاوت ما که با میوه های رنگارنگ کشور ما بود. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه برنامه و معلومات درباره میوه خشک زمستانی ما دریافت کرده باشین. عزیزای دل، همچنان لایک و سابسکرایب چینل یوتیوب پنجره افغانستان را فراموش نکنین. ما هم ناگزیر هستیم از حضور شما عزیزان مرخص شویم تا برنامه بعد. شما را به خداوند یکتا و بی‌نهایت مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.